این تویش کدوم اگه کسی توی سیدیای من این لطیفه دیده بود همین الان 1 میلیون تومان بهش میدم. ندید ولی چقدر شما عزیزین رو یاد ایشان افتاده ما. ببینید در استان کرمان هر کی حرفی میخواد بزنه، بعد اگه یک کلمه یادش بره فوری میگه چیزه. خب مثلا عباس چیزه بیار، شامو بیار، یا ماما چیزه بیار، انبرده است. اول یه چیز میگه. خب حالا فرض کنید به یه کرمونی، نه به یه گفتن که آقا به نظر شما رئیس جمهور باید چه جور آدمی باشه؟ گفت ها ببین رئیس جمهور نباید با چیز مردم بازی کنه، با اعتقادات مردم نباید بازی کنه. رئیس جمهور باید چیزش یکی باشه، یعنی حرف و عملش باید یکی باشه. رئیس جمهور باید بتونه به چیز 70 میلیون احترام بذاره، به خواست 70 میلیون احترام بذاره. رئیس جمهور باید بتونه رو چیزش وایسه، یعنی رئیس جمهور باید که رو حرفش وایسه. چیز رئیس جمهور باید قوی باشه، یعنی ارادش باید قوی باشه که الحمدلله آقای روحانی خیلی چیزش کار درسته. به افتخار روحانی هم یه دست زنیم دیگه.